به یک رساندن دست و سر ده حجر اسود تو جنت نمیری. به الله قسم که ده کفن کعبه پیچانده شوی و داخل کعبه جنازت خوانده شود، تا وقتی که عقیده یک تا پرستی الله که توحید نامیده میشه نداشته باشی، جای جهنم است و 1,000,000 حجم انجام داده باشی. به حاجی ما گفته شده که یه طور گپ است. حاجی ما میدانه، درک داره، تلاش کرده. پس حاجی صاحب برای ما میگه که این تصویر در کعبه زده، کفن خود به آب زمزم شسته ایم. او حاجی صاحب اما مرده تو را مکمل در بیلر تا میکنم در آب زمزم. به الله قسم که عقیده توحید نداشته باشید جای جهنم است. لباس رسول الله صلی الله علیه وسلم در جان عبدالله ابن ابی ابن سلول پوشانده میشه. لباس کیست؟ لباسی که به جسد مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم خورده، او در جان از او پوشانده میشه. نجاتش میده؟ کلا قطعا نه. او جناب عقیده را درست کن، بدان حج کدام سفر است چی میکنم. علی اگر برش میگی که آجی صاحب اونجا که رفتی زیاد کوشش نکن، زنا دقت میآید، مردا آزار اذیت به مردم میرسه، 2 رکعت نماز پشتی مقام ابراهیمی ضرور نیست که فرض باشه پشتی سر از اونجا استاد شو، اونجا دور در گوشه ده حرم برو بخون. نه 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 قبول نیست. میبینی که اونجا جنگ است، اینجا مردم طواف میکنه استاد میشه. معزله ها را به مردم پیش کرده، زنا خود دقت زده. دختر برآمد من در طواف بودم، چادر نه این گریبان پاره شده، خوش بود که در اونجا رسیدم، من در اونجا دست زده. الله اکبر. خلی که دلیل بالای چی است؟ دلیل بالای ازی است که علمایشان در مناطقشان تعلیم ندادن. علمایشان در مناطقشان مردمی خود در تاریکی نگاه کردن، دین برش به وجه احسن نشان ندادن.